لك يا رمضان. ماه رمضان روزه میگیریم، اما چه روزه‌ای؟ نمیخوریم و نمینوشیم و روز با خواب سپری میکنیم، شب با بیداری. چه خوابی؟ چه بیداری در شب؟ آیا شب عبادت کردیم؟ قیام اللیل کردیم یا نه؟ متاسفانه سوال میکنیم، بررسی میکنیم کجا مولایی هست که هرچی سریعتر قیام رمضان رو میخونه که این بار از دوش ما برداشته بشه. اینو باری بر خودمون احساس میکنیم که تعداد رکعات نماز در رمضان زیاد هست. اگر ما بریم پشت امامی، پشت قاری، پشت حافظی که 1 ساعت 1.5 ساعت طول میکشه، این وقت میبره. بعد از این میریم پشت امامی که نماز در 20 دقیقه یا کمتر از اون یا بیشتر از اون میخونه با چه سرعتی، بدون از ادای ارکان نماز، بدون از طمانینه، بدون از اعتدال در ارکان. بعدش چیکار میکنیم؟ کاش که به عبادت مشغول میشدیم، اما نه. مانند شبهای گذشته همون جلسات غیبت، همون جلسات دروغ، همون جلسات قبلا داشتیم شب نشینی، چیزی که الان متاسفانه عادت بعضی ها شده، تا سحر تا نماز صبح بیدارند، روزش هم خواب. این نباشه.